شرکتی رادیوی وطن برای پنجمین بار 50 شخصی خوش سلیقه دوشنبه را معرفی کرد. این 50 نفر را از بین 300 نفر اشتراکچیان طریق آوازدهی در شبکه‌های اجتماعی انتخاب کردند. اصلا من نمیگویم که مثلا در دوشنبه فقط همین 50 نفر خوش سلیقه هستند، زیرا که اینجا ما فقط سلیقه لباسپوشی و آرایش موی سر به نظر نمیگیریم. اینجا سلیقه ایجاد کردن، سلیقه کار و فعالیت، سلیقه زندگی، سلیقه برخورد با هر چیزی که در زندگی هست، مثلا این چیز به نظر گرفته می شود. اما این 50 نفر از روی فرضیه رادیوی وطن است. یعنی ما همین طور فکر میکنیم که این 50 نفر توانستند که در سال 2015 یک دستاورد داشته باشند که با آن هم زندگی خود را زیبا کرده باشند و هم برای پیشرفت تاجیکستان هم یک نقش گذاشته باشند. پروین شکرالله و آوازخوان جوان و سرشناس تاجیک که مدتها به دلیل صاحب فرزند شدنش از صحنه کنار رفته بود، امسال در این آزمون نامنویس گردید و با آن شهرتی که داشت توانست از جانب مخلصانش شخصی خوش سلیقه پایتخت برگزیده شود. شکر خداوند که من هنوز هم مخلصان زیاد دارم و امروز حس کردم که با اختیار کردن امپلوی نو، یعنی مادر 2 کودک گشتنم و کمی از صحنه دور ماندنم نیز آنها مرا دستگیری کردند. از این من بسیار سپاسگزارم. در کنار پروینه، شاهرخ سعیدوف رهبری تیم استقلال دوشنبه، خورشید عطاوالله سردبیر فرش و رئیس شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان، تخمین رمضانوف و ابرار نظروف آوازخوان‌های شناخته تاجیک نیز شامل این گروه 50 نفره شدند. سفیر روسیه در تاجیکستان از مهمانهای افتخاری این مراسم جایزه سپاری بود و برگزاری این گونه معرکه ها را در روسیه که آنجا تعداد زیادی مهاجران کار و فعالیت میکنند قابل قبول دانست. من هر باره که در این مراسم شرکت می‌ورزم حلاوت میبرم و بسیار روحیه خوب میبخشد. هرچند در شهر مسکو این گونه لایحه ها بسیار هستند، ولی لایحه تاپ 50 بسیار در سطح بلند میگذرد و من ضد نیستم که آن در شهرهای روسیه شاید برای دایره مهاجران کره تاجیک هم دایر کرده شود. رادیوی وطن که پخش برنامه‌هایش را در دوشنبه از سال 2003 شروع کرده و موج‌هایش را فراتر از قلمرو دوشنبه تا ولایت سوق و نواحی ولایت ختلان برده است، اکنون عزم دارد که سالهای بعدی دامن انتخاب 50 افراد خوش سلیقه را تا مناطق دیگر گسترش دهد.